سلام بچه ها، حالتون خوبه؟ امروز اومدم یه قصه براتون تعریف کنم از یه برکه پر از ماهی‌های ریز و درشت. این برکه پر ماهی بود، برای همین ماهیگیرای زیادی می اومدن با قلابای ماهیگیریشون ماهی بگیرن. بچه ها میبینین قلابای ماهیگیریشون چه شکلیه؟ ماهیان میدیدن، اونا مثل شما زرنگ بودن، گول نمیخوردن. تا این شکل رو میدیدن این صدا رو در می آوردن: له 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 له. بچه ها این علامت رو میبینین؟ بله، قرار شد از این به بعد هر وقت علامت رو دیدیم صداشو بگیم له له له. بچه ها این یکی رو میبینین؟ اینجا ماهیگیرا قلابشون رو کوتاه کردن که ماهی ها رو گول بزنن، اما ماهی های ما خیلی زرنگ بودن، اونا اصلا گول نمیخوردن. بازم وقتی این قلاب کوتاه شدهش هم میدیدن بازم صداشو بلد بودن، میگفتن له 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 له.